بعد شکست سلاح به دستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی، افغانها به خانه‌هایشان برمیگردند. دولت افغانستان میگوید بازگشت آنها بعد پاکسازی ولایت شرقی ننگرهار از حضور جنگجویان امکان پذیر شد. خانه کاملا ویران شده است. وقتی دهشت افکنان به منطقه آمدند، ذکیرالله و مادرش وحیگل سراسیمه از خانه فرار کرده بودند. آنها با ما معامله بد داشتند و از ما غذا طلب میکردند. ما تخمینا 50 خلطه آرد را در خانه و باقی مانده حاصل غله‌دانه را در میدان کشت پرتافتیم و فرار کردیم. خانه هایمان غارت شده است. اولین چیزی که ما از حکومت میخواهیم این بنیاد راه ها، ثانیاً بنیاد شفاخانه ها و سیوم مکتب و چهارم خنثی نمودن میدان های مینه میباشد. حکومتداران افغان میگویند این جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش به اسارت افتیدند و یا داوطلبانه همراه با اعضای عائله هایشان تسلیم شدند. این ذهنیت بس از کتابا برام پیدا شد. چه قسم از کتابا؟ علما دعوت میکردن که بس خلافت اسلامی است، به قرآن حدیث ثابت هستند. بس خلافت اعلان شده، بیعت کرده، واجب هستن بیعت کنه. در بین اسیران افراد خارجی و از جمله پاکستانی ها کم نیستند. همین افراد اشخاصی که تسلیم شده از ممالک مختلف یا امو تخلیه اطلاعاتی اول میشه که با کی رابطه داره، چطور آمدن، چی میکردن و بالاخره ارگانهای عدلی و قضایی ما بازدهی تصمیم میگیره که کی در کدام سطح وجود داره و اگر ایجاب را میکرد که یا محاکمه شود محاکمه میشه. در سال 2015 هم داعش این منطقه را بخشی از خلافتش اعلان کرده بود. این گروه مسئولیت ده ها حمله مرگبار را بر دوش گرفته است. تنها در یک حمله به توی عروسی در شهر کابل بیش از 90 کس کشته شدند. ساکنان ناحیه اچین ولایت ننگرهار امید دارند که بعد بازگشت آنها نظم و ثبات پابرجا خواهد بود.